الله، شروع یک خوشبختی جدید. سلام علیکم. علیکم السلام. حالتون چطوره؟ ممنونم. الله بهتون برکت بده. الله بهتون سلامتی بده. بفرما. عبدالرزاق 72 ساله، مهاجر عراقی، بدون حامی و بیکار. حالتون چطوره؟ خوبم، بیاین نزدیکتر. آقا شما این بخاری رو نمیخری؟ نه والا نمیتونم، نمیتونم. نمیخوای؟ مهاجر خونمونم نمیتونیم. ما همه یه خونمون رطوبت داره. بیا داخل رو ببین، سقف خونمون داره چیکه میکنه. وسیله گرمایی هم نداریم. یه بخاری برقی کوچیک داریم که به خاطر قبض برق روشنش نمیکنه. صداتون رو نمیشنوم، میشه یکم بیاین جلوتر؟ حالتون خوبه حاج خانم؟ لطفاً الله بهتون برکت بده. الله بهتون سلامتی بده. حالتون چطور آقا؟ الحمدلله. الله بهتون سلامتی بده. پس اینو نمیخری؟ نه والا پولشو ندارم، حتی نفتش هم نمیتونم بخرم. یعنی نمیتونین این کپسول گاز رو بخرین؟ نه والا نمیتونم. اگه میتونستم از مغازه خریده بودم. شغلتون چیه اما؟ شغلتون چیه؟ والا شغل ندارم. اهل کجایی؟ اهل عراق هستم. الله حفظتون کنه انشاءالله. من از طایفه شمری ام. خوشبختم. فقط من و همسر پیرم اینجا زندگی میکنیم. الله حفظتون کنه حاج خانم. من فقط اومدم وسیله بفروشم و برم. اگه نمیتونین بخرین برم یه جای دیگه بفروشمش. به بزرگی الله قسم. میتونم بهتون تخفیف بدم اگر بخواین. میتونم تخفیف بدم. والا پول ندارم، حتی یه دینارم ندارم. والا حتی پول اجارم ندارم، یا پول آب و برق ندارم. بیاین ببین. بیا خونه داغون ما رو ببینه. نه سقفمون آب چیکه میکنه. بیاین داخل ببین. بیا ببین که باورت بشه. لازم نیست، همون قبول دارم. والا لازم نیست. بیا ببین. والا لازم نیست. سقف چیکه میکنه. باشه. ما میترسیم بخاری رو روشن کنیم. میترسیم قبض برقمون زیاد بشه. الله کمک کنه. رطوبتو ببین. همه دیوارا خیسن. همه جا آب چیکه میکنه. خیلی برق مصرف میکنه. نمیتونیم بخاری روشن کنیم. میترسیم قبض ماه 37 تا اومد. خب دیگه بیاین بریم بیرون. الله کمکتون کنه. حاجی شغلت چیه؟ والا شغل ندارم. هیچ شغلی؟ نه والا. قبلا شغلتون چی بوده؟ نمیتونم کار کنم. تو عراق شغلتون چی بوده؟ برق و تو خونه ها انجام میدادم. برقکار بوده؟ آره دقیقاً. حاج خانم جایی کار نمیکنه؟ نه کار نمیکنه. حاج خانم بیا بیرون. بیا خانم. حاج خانم شما قبلا کار میکردین؟ بله وقتی عراق بودم. شغلتون چی بود؟ پرستار بودم. ولی پرستار؟ نمیتونم کار کنم. وزارت بهداشت کار میکرد. چطوری خرج زندگی رو میدین؟ والا که ما با لطف الله زندگی. بذار نشونت بدم چی میخوریم. خدا بزرگ، شکر. والا خدا بزرگ. مردم بهمون کمک میکنن. اونجا حقوق داشتیم دیگه، بهمون حقوق ماهیانه هم نمیدن. همونی هم که بود. ببین والا اینا رو از سطل آشغال برداشتم. آره والله قسم میخورم اینا رو از سطل زباله برمیداریم میشونیم. اینا که گندیدن. خب چیکار کنیم؟ اجارمونم نمیتونیم بدیم. صابخونمون گفته ازمون شکایت میکنه و با پلیس چند ماه اجاره ندادیم؟ والله با این ماه 11 ماه. 11 ماه اجاره ندادیم؟ هر روز میاد دم در و میره. ما جز الله کسی رو نداریم. اون مردم کریمه. بهمون کمک میکنن. فقط به درگاه الله دعا میکنیم و قرآن میخونیم تا برامون کمک بفرسته. بعضیا برامون برنج میارن. الله برامون میرسونه. درسته. خب مادر من اومده بودم این بخاری رو بفروشم. نه لازم نیست. وقتی شما پول غذا هم ندارین نمیتونم بفروشمش. الان مال شماست. الله ازت راضی باشه.
الله ازت راضی باشه. الله بهت موفقیت بده. خیر دنیا و آخرت به شما هم انشالله. اجازه بده مادر. الله خیر دنیا و آخرت الله حفظتون کنه. بلدین روشنش کنین؟ الله بیشترشو بهت بده. دعای خیر ما همراهته. الله حفظتون کنه. میدونین چطوری کار میکنه؟ جعبه‌شو براتون باز کنم؟ نه بذار تو جعبه باشه. میترسم بعدم ببری بفروشیش. نه والا. ما با تو خودمونو کر والا طاقت سرما رو الله حفظتون کنه. وقتی بخاری خاموشه نمیشه پتو رو کنار زد. الله بهتون برکت بده. الله موفقت کنه. خیلی خوب. الله بهتون برکت بده. هر کاری میزنی موفق باشی. الله به خودت و خانوادت خیر دنیا و آخرت رو بده. خب حاج خانم دیگه چه کمکی از من براتون برمیاد؟ الله به سلامتی. پسرم همین کارت کافی بوده. نمیدونم چطوری باید اجاره خونه رو بدیم. خب مادر نظرتون چیه برید یه خونه دیگه، یه خونه بهتر؟ نمیتونیم اجاره اینجا بدیم. پر از اینجا رطوبت داره. واسه همین حاجی صداتو نمیشنوم. بیا نزدیکتر. بیا حاجی. چی گفتی حاجی؟ گفت خونه پر از رطوبته واسه همین با ما کنار میاد. رطوبت واسه داره؟ همین صاحب خونه کوتاه میاد وگرنه تا حالا ما رو انداخته بود درسته بیرون. درسته. خب یعنی الله حفظت کنه. شاید اونم خواسته کمکتون کنه. الله حفظت کنه. هر کی به ما کمک میکنه الله حفظش کنه. 11 ماه واسه اجاره حتی قبض کرد. برقمونم داده و گفته بعدم بهش برگردونی. پول برق چقدر بوده؟ برق 37 تا بود. چند تا قرض 7-8 تایی هم هست که والله هنوز ندادیم. میگه من میدم تا قطعش نکنن. هر وقت داشتی بهش بده. مادر این یه مقدار پوله. الله حفظتون کنه. آروم باشین. بذاریم بهتون توضیح بدم. ما فقط میخوایم از شر اجاره خونه راحت بشیم و با این زندان نیفتیم. درسته مادر. صدامو میشنوی؟ اجرای عقب افتادتون پرداخت میشه. خدایا یا رب چقدر مهربونی خدا، چقدر بزرگی خدا. اگه واسمون میرسید از اینجا میرم. قرار از اینجا برین. این یه مقداری الله حفظت کنه. الله حفظت کنه. الله کمکت کنه پسرم. الله حفظتون کنه. حاجی آقا من جای پسرتونم. الله حفظتون کنه. خب حاجی الله حفظتون کنه. بیاین داخل لطفا. من باید برم. والا نمیتونم. الله بهتون برکت بده. الله حفظتون کنه. خب حاجی الله حفظتون کنه. بیا سر یه چیزی توافق کنیم. من مثل پسر کوچیکتون اجرای عقب افتاده و قبضاتون رو پرداخت میکنم و میرید یه خونه جدید. آره پسر. امروز یه نفر باهاتون تماس میگیره و شما رو میبره یه خونه جدید. بخواستم دیگه هم لازم نیست اجاره و قبض آب و برق. یا رب الله بهتون برکت بده مادر. الله حفظتون. الله خیر دنیا و آخرت بده. الله بهتون برکت بده. الله بهت خیر بده. یه بار یه نفر بهم گفت سعی کن تا کاری کنی که مردم باور کنن هنوز خیر هست. احسنت. و خوبی وجود داره. الله به توفیق بده. زندگی ما به کمک آدم‌های خیر می‌گذره. الله خیرش ما بده. هیچ جا نمیریم، فقط تو خونه نماز میخونیم و قرآن. حالا الله کمک فرستاده. کمک فرستاد. الله کمک فرستاده. الله همین چند دقیقه پیش دعا کردم که یا الله روزی ما رو برسون. الله هم یه آدم مثل شما رو رسون که ما رو نجات بده. الله به شما خیر بده. الله فراموشتون نمیکنه. الله هیچ وقت بندشو فراموش نمیکنه. میدونه ما چه شرایطی داریم و چه حالی داریم. مادر یه خبر دیگه هم دارم. چی؟ وقتی به سلامتی رفتین خونه جدید انشاءالله به شما و حاج آقا حقوق ماهیانه پرداخت میشه. یا خدا. خب مادر الله بهتون برکت بده.
الله حفظتون کنه. خب بذار ببوسمت. تو مثل سرم میمونی. الله بهتون توفیق بده. الله بهتون سلامتی بده. تو مثل نوام میمونی. آره والا. حاج خانم دوست داری با ما بیای امارات؟ والا که آرزومه. از امارات هم برید سفر عمره. آرزومه پسرم. الله حفظت کنه. الله ازت راضی باشه. الله قبلا سفر عمره رفتین؟ نه والا. حتی یه بار؟ نه رفتیم. خب شما با اجابه به خاطر الله میرید سفر عمره. خیر ببینید فقط ما رو از اینجا ببر راحتمون کن پسر. خدا حفظت راحت میشید اما والا امروز میرید یه خونه جدید. خیر ببینید وسایلتون رو جمع کنین. انشالله با هم میرید وسایل جدیدم برای خونه میخرین. الله حفظت کنه. الله بهتون برکت بده. ممنونم مادر. منو ببخشید. پسر نه والا من باید پای شما رو ببوسم. بذار پاهاتو ببوسم. اجازه بدین. سرتون رو میبوسم. من الله تو رو فرستاده. نه والا. من جای پسرتون ازت ممنونم پسر. الله حفظتون کنه. ممنونم مادر. راحتمون کردی. از اجاره راحتمون کردی. هر وقت کسی در میزد میترسیدیم پلیس باشه. دیگه پلیس آره والا. از ترس پلیس راحت شده. شما هم که اومدی اولش ترسیدی. هر کسی در میزنه قلب ما هم میریزه. آره والا. الله کمکتون کنه مادر. الله کمکتون کنه. خیر به مشکلاتتون رو حل کنه انشاءالله. ببخشید انشاءالله تو خونه جدید میبینمتون. اگه اونجا هم نشد موقع سفر عمره میبینمتون. انشاءالله میام اونجا میبینمتون. الله حفظتون کنه. ممنونم مادر. ممنونم. الله حفظتون کنه. مردم به هم کمک میکنن و خوبی هنوز هست حاجی. برید داخل هوا سرد. الله حفظتون کنه. ممنونم. انشاءالله دوستان ما همه کارا رو انجام میدن. ممنونم. الله یارتون. الله حفظتون کنه.